درود بر نگاه مهربون شما دوستان عزیز، خوش اومدید به چنل خودتون پریفان میوزیک. برگشتیم با یک اجرای دیوانه وار، یک اجرای بسیار قشنگ از فهیم فنا در حضور رئیس جمهور محترم تاجیکستان جناب رحمان، جناب امام علی رحمان، و اونجا ایشون هم تمجید کردن. و چه اجرای قرار داشته باشیم؟ اجرای آهنگ سرزمین من که یک آهنگ خاطر انگیز بوده و این اجرا یکی از اون ویدیوهای میلیونی و پربازدیدی بوده که هم طرفداران ایرانی، تاجیکستانی و افغانستانی بسیار زیادی داشته. خب فهیم فنا یه هنرمند مشهور و جوان اهل افغانستانه که خب بیشتر فعالیت هنریشو در تاجیکستان ادامه میده. بریم و ببینیم و گپ بزنیم و در ابتدا فکر میکنم سخنرانی جناب رئیس جمهور محترم جناب رحمان باشه، با هم دیگه ببینیم و بریم جلو. سیاست ما رو میدونه نسبت به افغانستان ما کوشش میکنیم مردم افغانستان رو تنها نمیگذاریم. ما دایم کمک کردیم، کمک میکنیم. رو افتاده نباشیم. حیات زندگی خودش مبارزه است. عجب سخنرانی میتونست باشه، چقدر انگیزشی و زیبا بود و از حمایتش از مردم افغانستان صحبت کرده بود. احتمالاً بعد از تغییر حکومت که دوباره طالبان برگشتن به حکومت این سخنرانی رو کردن و واقعا هم تا امروز میبینیم که حمایت‌های خیلی زیادی برای مهاجران افغانستانی کردن که مجبور به ترک کشور شدن و به تاجیکستان پناه بردن و اونجا واقعا بهشون پناه خوبی دادن. بریم و این اجرای شگفت انگیز رو با هم ببینیم. هر چیزی که خودت دوست می‌داری از سرودایی که خودت برای خودت از زبان خوان. خب این وقت فکر و ذهن همه ما افغان‌ها یک چیز مخشوش است و بالا یک چیز فکر میکنه. ما میخوایم یک آهنگ برای سرزمین خود بخونم. البته باشد با اجازه هم هست. به آشیانه گشتم، خانه به خانه گشتم، به تو همیشه باغ شانه به شانه گشتم. عشق یگانه من از تو نشانه من، به تو نمک نداره شعر و ترانه من. حالا سرزمین من خسته از جفای، سرزمین من به سرود و به صدای، سرزمین من دردمند و به دوای، سرزمین من. یکی از اون افرادی که واقعا با سن جوانی که داره همیشه این گام‌هایی که از حنجرش گام‌های صوتی که مجبور در خواندن استفاده کنه رو بهترین شکل اجرا میکنه. خب اینا فنون هست، اینا روی نوت خوندن هست و واقعا اصولی پیادش میکنه، به دل آدم میشینه. روزهای تلخی بوده، مطمئنا این ویدیو رو زمانی ضبط کردن که یعنی زمانی اجرا شده که میگم تازه دوباره سال شاید 2021 بوده و افغانستان دوباره تغییر حکومت داده بوده و مردم بسیار نگران بودن از آینده کشور. خب ایشون هم به تاجیکستان رفته و دیدیم چقدر زیبا جناب امام علی رحمان پاسخ داد به ایشون و گفت هر جوری که دوست داری، اون چیزی که دلت میخواد تو الان بخون. ایشون هم گفت برای سرزمین و وطن بخونم و خوند بدون موزیک، بدون ملودی و با این جمعیت و این استیج و این
افرادی که مقابلش وایسادن واقعا یک اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای داشت و خیلی خوب اجراش کرد. راه افتادن نبارش وقت همه چی را در جای خودش میگذاره. راه افتاده نشوید هیچگاه. انشاءالله این روزهای سخت و سنگین هم پسی سر میشه. انشاءالله. سیاستی ما رو میدونه نسبت به افغانستان. ما کوشش میکنیم مردم افغانستان را تنها نمیگذاریم. ما دایم کمک کردیم، کمک میکنیم. رو افتاده نباشید. حیات زندگی خودش مبارزه است. حالا درباره وصی وطن کردی. من دایم به مردم تاجیکستان چنین مراجعت میکردم: شکرانه وطن کنید، شکرانه وطن کنید. بی وطنی زنده در گور در آمدن برابر است. کاملا احساساتی شد جناب رحمان و واقعا از صمیم قلبش عشقش به تاجیکستان رو واقعا نشون داده. هر سیاستمداری ممکنه یه ضعف‌هایی هم داشته باشه، ولی ایشون ثابت کرده که چقدر وطنش رو دوست داره، فرهنگ و تاریخ بزرگش رو دوست داره و همیشه احترام صدچندان میذاره بهش. بسیار وزین است و ما همین روزهای سخت سنگین عیناً پسی سر کردیم. میلیون ها گریزه بودند، میلیون ها 157,000 کشته شدند. هر چیزی که میبینید این بعد برقرار شد. بعد مردم با مهنت سرجمی ملت با آباد کردیم، ساختیم. ناامید نشوید از زندگی. حیات همین است. بسر انسان 1001 پسی و بلندی ها مشکل است. همه این چیزها پسی سر میشه. سلامت باشید. خب ما امید داریم که به روزهای بازم خوشحال میرسیم، خوشبختی ها میرسیم. مردم افغان از این چیزها بدبختی ها رهایی مییابد. با شما سلامتی میخواهیم. شما آمدید. بسیار تشکر. افتخار کردیم، افتخار داریم. باشیم. یک جان تشکر. خود شما را در جشن استقلالیت دولتی دعوت کردن در نزد تمام رهبران دولت و حکومت تاجیکستان برآمد کردن، این احترام به مردم دوست و برادر افغانستان است. خیلی قشنگ، خیلی حساب شده و درست و دقیق. میدونن که چه جمله رو چه موقعی بگن و الحق که یه سیاستمدار بسیار قهار، بسیار کاربلد و میگم وطن دوست و میهن دوستم و ببینید همیشه این فرهنگ صلحجوییش رو ترویج میده ایشون. فرهنگ صلحجویی مردم تاجیکستان. سلامت باشید. یک جان تشکر. بار دیگر تبریک. خوشبخت باشید، سرفراز باشید، جاویدان باشید. با همه شما بار دیگر تبریک. سلامت باشید. توی روز بسیار مهمی بوده و مشخصا روز استقلال تاجیکستان که روز بسیار مهمی است. تمام مقام‌های دولتی، خانواده‌هاشون و افراد مهم کشور بودن، شاید هنرمندان بزرگ و این خیلی جالب بوده که ایشون دعوت شده و فکر می‌کنم همچنان هم در تاجیکستان باشن اگه اشتباه نکنم و مشغول هنرنمایی هست جناب معراج وفا و از اون خوباست دیگه. از اون خوباست که اگر یه ملودی و یه تنظیمی از قبل باش بود، مشخصا اون گروهی که اون پشت وایسادن میتونستن یک کار زیباتری از لحاظ موسیقایی رو میگم، ولی خب همین که حسش رو به وطن و سرزمینش رسوند و اون دلگرفتگیش رو به اون اوجی که دیگه آخر آهنگ اومد، هم از صدای ایشون کیف کردیم، هم از این سخنرانی بسیار صلح دوستانه و گرم و صمیمی جناب رحمان. خیلی زود با ویدیوهای دیگه برمیگردیم خدمتتون. خدا به همراه تک تکتون باشه.